درود و سپاس از شما بابت اینکه روی این ویدیو کلیک کردین. اینجا چنل سرنوشت دلهاست و من هم الیسم و بعد این همه مدت دوباره پیشتون برگشتم. روزهای سختی میگذرونیم و هممون داغدار هستیم. امیدوارم مردم سرزمینم به اون چه که لایقشونه برسن. برین که این داستان رو براتون روایت کنم. شوکه کننده ترین اتفاقی که میتونست برای من بیفته اتفاقی بود که برای خواهرم افتاد. اسم من آیداست. من دختر کوچیک خانوادم و قبل از خودم یه خواهر بزرگتر دارم و یه برادر بزرگتر. خواهرم تو سن 18 سالگیش ازدواج کرد. تمایلی به درس خوندن نداشت. دلش میخواست سرگرم زندگی باشه و یه زندگی رو اداره بکنه. به جای اینکه وقتش رو تلف کنه پشت میز و صندلی و فقط کتاب بخونه. البته بی استعداد هم نبود. علاقه زیادی به خیاطی داشت. برای همین وقتی که دیپلمش رو گرفت رفت نشست کلاس‌های خیاطی که خیاطی یاد بگیره. الحق که استعدادش رو اینجا هم نشون داد و به همه ثابت کرد که میتونه بهترین خیاط بشه. همون موقع ها تو همون مسیر رفت و برگشت بود که با شوهرش آشنا شد و خیلی زود سر سفره عقد نشست و بله رو گفت. شوهرش مرد بسیار خوب و مهربونی بود. از اون آدم هایی که وقتی کنارش می نشستی اینقدر خوش سخن بود که دلت نمیخواست از کنارش بلند بشی. بابام بابت داشتن همچین دامادی به خودش میبالید و میگفت رو خوب کسی دست گذاشتی. اما انگار خواهرم قرار نبود طعم خوشبختی رو آنچنان که باید بکشه. من و خواهرم 2 سال تفاوت سنی داشتیم. یعنی اون زمانی که خواهر من ازدواج کرده بود، من فقط 2 سال ازش کوچیک‌تر بودم. فقط من برعکس خواهرم بودم. هر چقدر که اون از درس فراری بود و دلش نمیخواست که درس بخونه، من عاشق درس خوندن بودم. دیپلمم رو با معدل خیلی خوب پاس کردم و بلافاصله برای کنکور امتحان دادم. که اتفاقاً همون رشته‌ای که دلم میخواست با همون دانشگاهی که میخواستم و قبول شدم. زمانی که خبر قبولی کنکورم رو به بقیه دادم، همه خیلی برای من خوشحال شده بودن و یه جوری سر و دست میشکوندن. انگار که خودشون برای کنکور امتحان دادن و قبول شدن. خانواده من خانواده بسیار گرمی بود. اما یه چیزیش خیلی برای من دغدغه درست میکرد. و اون هم این بود که به وضوح میدیدم که پدر و مادرم علاقه بیشتری به خواهرم دارن. و این علاقه از اونجای سرچشمه میگرفت که خواهرم توی 5 سالگیش یه بار تشنج کرده بود و تا حد مرگ رفته بود و برگشته بود. برای همین باعث می شد که پدر و مادرم همیشه اون رو مثل گل نگه دارن و ازش مواظبت کنن و کل حواسشون پی اون باشه. انگار همش می ترسیدن که یه روزی ممکنه خواهرم رو از دست بدن. برای همین همیشه با ترس و لرز ازش مواظبت می کردن. و حواسشون بود که یه وقت خواهرم از چیزی نگران و ناراحت یا دلگیر نشه. زمانی هم که شوهرش رو خودش انتخاب کرد، هیچ کس باهاش مخالفتی نکرد و همه گذاشتن هر انتخابی که میکنه رو انجام بده. که انتخاب بدی هم نبود. یعنی خواهر من 2 سال توی عقد بود برای اینکه پدرم جهازش رو براش کامل کنه و همینطور شوهرش بتونه یه خونه کوچیک بخره یا یه خونه رو رهن کنه و برن تو خونه‌شون. بعد 2 سال تصمیم نداشتن که بچه دار بشن. خواهرم میگفت هنوز برای بچه دار شدن زوده، مخصوصا اینکه توی خونه خیاطی میکرد و دلش میخواست یه ذره پولاشو جمع کنه
تا بتونه یه خونه بخره. آخه هر چقدر که شوهرش تلاش کرده بود، نتونسته بود برای خرید خونه پول جمع کنه و به ناچار یه خونه رو رهن کرده بودن. خواهر من میگفت تا وقتی که صاحب خونه نشم خیالم راحت نشه که یه سرپناه برای خودم دارم، نمیخوام بچه دار بشم. برای همین تا 4 سال هستم بچه دار نمیشم. منم تو این تایم حسابی درسمو میخوندم. کنکورم رو داده بودم و دانشگاه مورد علاقم رو ثبت نام کرده بودم. 4 سال تا چشم روی هم بذارم گذشت و لیسانسمو گرفتم و با موفقیت برگشتم خونه و به پدر و مادرم گفتم که میخوام برم سر کار. واقعا دلم میخواست برم سر کار و از اینکه توی خونه بشینم و به در و دیوار نگاه کنم متنفر بودم. اما از اون جایی که رشته‌ای که انتخاب کرده بودم مهندسی عمران بود، بیشتر یه شغل مردونه به حساب می اومد و کار برای من خیلی سخت گیر می اومد. اما من میخواستم تمام تلاشمو بکنم. برای همین به خیلی از دفاتر مهندسی سر زدم. حتی به شهرداری سر زدم و به جاهایی که میدونستم شغل منو میخوان رفتم. تا اینکه بالاخره توی یه دفتر مهندسی که خصوصیم بود استخدام شدم. صاحبش میگفت اینقدر پروژه های سنگین دستمونه که ما نیرو کم داریم. منم خب از خدا خواسته دلم میخواست که بتونم استعدادی که دارم رو به بقیه‌ام نشون بدم و بهشون ثابت کنم که چقدر میتونم توی کارم خوب باشم. آخه من به غیر از این که توی دفتر مهندسی استخدام شده بودم، سعی می کردم نقشه‌های خیلی درست درمون و خوبی برای بقیه که سفارش می دادن بکشم و به قیمت خوبی هم بهشون می دادم. اینجوری تونسته بودم یه خورده پول برای خودم جمع کنم. چون آرزوم این بود که یه ماشین بخرم، بذارم زیر پام و راحت بتونم این ور و اون ور برم. برای همین منم عین خواهرم داشتم تلاشمو میکردم. اون برای خرید خونه و من برای خرید ماشین. آخه پدرم یک کارمند ساده بود و تمام پول و هزینه‌ای که داشت رو برای جهاز خواهرم داده بود و همچنان هم داشت قسط وام‌هایی که گرفته بود رو داشت پس میداد. نمیتونست به منم کمک کنه که ماشین بخرم. پس من باید روی پای خودم می‌ایستادم. تو خونه ما پدر و مادرم بهمون یاد داده بودن که هر کی به هر چی میخواد برسه باید خودش تلاش کنه. منم میخواستم همین کار کنم. تا اینکه بعد از سخت تلاش کردن تونستم یه ماشین بخرم و بندازم زیر پام. البته ماشینم دست دوم بود و یه پراید هم بیشتر نبود. اما همین هم باعث خوشحالیم بود. چون میدونستم با دسترنج خودم به دست اومده. تا اینکه تو اون دفتری که کار میکردم رابطه من با امین الهی قوی شد. امین الهی رئیسم به حساب می اومد. 1 سالی بود که باش کار کرده بودم و اخلاقش توی دستم بود. مرد خوش سر و زبونی بود و خوش اخلاق و مهربون بود. اما وقتی جدی میشد، یه جور عصبانی میشد که کلا نباید میرفتی نزدیکش. با این حال مجموع تمام اخلاق و رفتارش باعث شده بود که منم درگیرش بشم. و بیشتر وقتا شبا که می اومدم خونه تمام ذهنم درگیر امین الهی بود. اما از اونجایی که دختر بودم روم نمیشد که ازش درخواستی بکنم یا چیزی ازش بخوام. مخصوصا این که اصلا اطلاع نداشتم که دوست دختر داره یا نداره. یا شایدم نامزد داشته باشه یا متأهل باشه. چون اینقدر این آدم مرموز بود که هیچ کس از دور و اطرافش هیچی در مورد زندگی خصوصیش نمیدونست. منم با اینکه فضولیم گل کرده بود و از این ور اون ور پرسیده بودم،
اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودم. یه بار داشتم با یکی از بچه‌ها پچ پچ می‌کردم در مورد اینکه مجرده یا متأهل. دیدم دوستم هی داره به من اشاره میده. منم که متوجه نمی شدم. بلند بلند هی داشتم در مورد امین صحبت می کردم. یهو دوستم یه لگد محکمی به پای من زد. جوری که فوراً برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. دیدم ای وای. امین با یه لبخند کج در حالی که دست به سینه ایستاده بود داره به من نگاه میکنه. اگه بگم اون لحظه دلم میخواست زمین باز بشه و منو ببلعه دروغ نگفتم. به حدی خجالت کشیده بودم که عرق از سر و روم شروع کرد به باریدن. با صورت سرخ گفتم ببخشید، واقعا منظوری نداشتم و یهو فرار کردم. رفتم تو اتاق خودم که پشت سرم اومد داخل. در و بست و با یه لبخند بهم گفت چرا دنبال این هستی که من مجردم یا متأهل؟ به حدی هیجان زد و خجالت زده بودم که گفتم شما بذارش پای فضولی زنونه. چشماشو ریز کرد و به من نگاه کرد و گفت واقعاً بذارمش پای فضولی زنونه؟ به زور آب دهنم و قورت دادم و گفتم میشه خواهش کنم بیشتر از این منو معذب نکنید؟ من یه اشتباهی کردم. شما چرا اینقدر پی این اشتباهو میگیرید؟ به هم نزدیکتر شد. توی صورتم نگاه کرد و گفت اگه اینقدر این فضولی زنونه زیاده خودم بهت میگم. مجردم. راستش یه جورایی فضولی مرزا شده بود و خیلی هم ته دلم خوشحال بودم. چون حس میکردم که خود امین داره بهم چراغ سبز میده. سرمو با تواضع براش تکون دادم و گفتم ممنونم بهم گفتی. اما هیچ لزومی نداشت. ببخشید که در مورد زندگی خصوصی شما کنجکاوی کردم. لبخند زد و گفت تمام بچهای اینجا دارن در مورد زندگی من کنجکاوی میکنن. اما تو تنها کسی هستی که رو در رو دارم بهت میگم که مجردم. آب دهنم و به زور قورت دادم و گفتم یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ امین بهم لبخندی زد و گفت شاید همون منظوری که تو داری رو منم داشته باشم. جا خوردم و با چشمای گرد بهش نگاه کردم و گفتم یعنی چی؟ میشه درست توضیح بدین؟ من از قبل شمارش رو داشتم. اونم گوشیشو نشونم داد و گفت شمارتو دارم و امروز بهت پیام میدم. بعد هم از اتاق رفت بیرون. دقیقاً عصرش دیگه کارمون تموم شده بود و هر کس میخواست بره پی کار خودش. امین به من پیام داد و بعدم تو اولین پیامش منو دعوت کرده بود که با همدیگه بریم یک کافه و قهوه بخوریم. دروغ بهتون نگم، اما از خدا خواسته بود و فوراً قبول کردم که با همدیگه بریم قهوه. راستش احساس می کردم همه اینا بهونه است و یه جورایی خود امین هم دلش میخواد که با من آشنا بشه. حدسم درست بود. چون امین واقعا دلش میخواست با هم آشنا شه. وقتی که توی کافه کنار همدیگه نشستیم برای من توضیح داد که از همون روز اولی که برای استخدام اومده بودم منو نه به خاطر استعدادم، به خاطر اینکه از خودم خوشش اومده بود استخدام کرده بود. اینو که گفت نفسم بند اومد. با حیرت بهش نگاه کردم. ولی هیچی نگفتم. حالا که حرف دلش رو زده بود خیلی ازش بیشتر خوشم اومد. و این باعث شد که من و امین روز به روز بیشتر با همدیگه آشنا بشیم و بیشتر عاشق همدیگه بشیم. تا جایی که توی دفتر دیگه همه فهمیده بودن که من و امین یه رابطه‌ای با همدیگه داریم. فقط علنیش نکرده بودیم که اون هم طی یک اتفاق علنی شد و همه متوجه شدن که من و امین با همدیگه رابطه داریم.
قضیه اینجور شد که من از پریود داشتم به خودم میپیچیدم و متاسفانه پشت مانتوم خیس شده بود. همون خیسی و لکه‌ای که به جا مونده بود باعث می شد که من از صندلیم جدا نشم. وقتی امین متوجه شد بلافاصله کتش رو در آورد و دور تن من پیچوند. بعدم دست انداخت دور شونه های من و منو برد و توی ماشین سوار کرد. رفتیم داروخونه و امین برام وسایل خرید. بعد اون حرکت امین بدون اینکه ما چیزی بگیم همه فهمیدن که ما یه رابطه‌ای با همدیگه داریم. اون روز امین خیلی مردونگی به خرج داد. کتی که تازه خریده بود رو دور من پیچید که اگه لک می گرفت واقعا شرمندش می شدم. از اون روز به بعد بیشتر از قبل ازش خوشم اومد. اون روز امین منو برد داروخونه. اول برام دارو گرفت، بهم داد که بخورم تا دردم ساکت بشه. بعد منو برد یه دستشویی عمومی تا لباسمو کامل عوض کنم. موقعی که اومدم بیرون به حدی شرمنده و خجالت زده بودم که سرمو انداخته بودم پایین و جرأت نداشتم بهش نگاه کنم. اما امین به خاطر شرایطم منو رسوند خونه و گفت امروز کامل استراحت کن. نمیخواد نگران دفتر و پروژه ها باشی. من جای تو امروز همه کارا رو انجام میدم. ازش خیلی تشکر کردم. بعدش رفتم تو خونه. فرداش که رفتم دفتر همه اومدن سراغم و پرسیدن چه رابطه‌ای با امین داری؟ اونجا بود که خود امین اومد جلو و گفت من و آیدا با همدیگه نامزد کردیم و قراره به زودی با هم ازدواج کنیم. البته امین چیزی از نامزدی به هم نگفته بود و ما فقط دوست دختر و دوست پسر هم بودیم. هنوز برنامه مشخصی برای ازدواجمون نداشتیم. اما وقتی امین اینجوری به بقیه توضیح داد، یه حس عجیبی توی دلم پیچید. خیلی خوشحال شدم که نظرش در مورد من اینه و میخواد که با من ازدواج کنه. وقتی تنها شدیم ازش پرسیدم واقعا در مورد این قضیه جدی هستی؟ سرشو تکون داد و گفت چرا نباید جدی باشم؟ من برنامه ازدواجم رو با تو چیدم. از اولم قصدم این نبود که فقط با دوست باشم. از اولشم میخواستم که بیشتر بشناسمت و اخلاقت بیاد دستم. بعدشم واقعا برای اینکه باهات ازدواج کنم بهت پیشنهاد بدم. خیلی خوشحال شدم و به امین گفتم هر زمانی که خودت صلاح میدونی میتونی برای خواستگاری اقدام کنی. امین هم قبول کرد و دقیقاً بعد از اون حرفی که بین من و امین زده شد 4 ماه بعدش برای خواستگاری من اقدام کرد. پدر و مادرم از دیدن امین خیلی خوشحال بودن. ازش خیلی خوششون اومد. حتی خواهرم و دامادم هم وقتی امین رو دیدن خیلی رضایت داشتن و میگفتن امین واقعا پسر خوب و آقاییه. همون شب یه محرمیت 6 ماهه بین من و امین خونده شد و قرار شد بعد 6 ماه با همدیگه ازدواج کنیم. همون روزا بود که خواهرم به ما خبر داد که باردار شده. راستش این خبر به حدی برام خوشحال کننده بود که خیلی براش خوشحال شدم. اما خودش زیاد خوشحال نبود و ناراحت بود. می گفت چون هنوز نتونستیم پول خرید خونه رو جور کنیم، این بارداری کاملا ناخواسته بوده. مادرم کلی خواهرم رو نصیحت کرد و گفت خواسته یا ناخواسته خدا بهت داده. پس قدرش رو بدون. چون خدایی نکرده اگه این بچه رو پس زدی معلوم نیست که بعداً چه اتفاقی بیفته. و خدا قهرش میگیره و شاید دوباره بهت بچه نده. خواهرم چون دیگه باردار شده بود و 4 سالم از ازدواجش گذشته بود و خصوصا این که خانواده شوهرش هم خیلی بهش غر می زدن، تصمیم گرفت که این بچه رو نگه داره. ما همگی براش خیلی خوشحال شدیم
و حتی چند باری هم همراه امین رفتم خونه خواهرم. امین حسابی با شوهرش جفت و جور شده بود. بالاخره قرار بود با همدیگه باجناق بشن. اما اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و هممون رو زمین گیر کرد. شوهر خواهرم خیلی مسخره فقط با یه نیشه یه زنبور فوت شد. یعنی این فوت به حدی مسخره به نظر می رسید که به هر کسی که می گفتیم این مرد با نیشه یه زنبور فوت شده کسی باور نمی کرد. گویا شوهر خواهرم به نیش زنبور حساسیت داشته و خیلی اتفاقی یه زنبور نیشش میزنه و باعث آلرژی شدید و سکتش میشه. و قبل اینکه بخوام برسوننش به بیمارستان تموم کرده بود. زمانی که خواهرم با صدایی که پشت تلفن میلرزید حق حق میکرد خبر رو به ما رسوند و انگار جون هممون رفت. چون ما دامادمون رو به عنوان یه داماد نمیدیدیم. به عنوان پسر خونه قبولش داشتیم. یعنی اینقدر من از دامادمون خوشم میومد که همیشه داداش صداش میزدم. چون واقعاً برام مثل یه برادر بود. حتی امین هم که توی این مدت باش جفت جور شده بود، وقتی فهمید که فوت کرده به حدی ناراحت شده بود که سر خاکش پا به پای همه براش اشک میریخت. از دست دادن شوهر خواهرم بسیار برای ما سنگین بود. خواهرم که اصلا انگار تو این دنیا نبود. کلی بهش دلداری میدادیم و هم مادرم هم من بهش میگفتم که بهتره آروم باشی. به فکر خودت نیستی، حداقل به فکر اونی که تو شکمته باش. اما خواهرم از خود بی خود میشد. مرتب خودزنی میکرد. زمین و زمان و فوش میداد. و گاهی وقتا میخواست به خودش و بچه آسیب بزنه اما ما جلوشو میگرفتیم. بعد مرگ شوهرش مادرم کلاً خواهرم رو آورد خونه خودمون و دیگه بهش اجازه نداد که به خونه خودش بره. 40 که برگزار شده بود خواهرم یه ذره آروم گرفت. اما به محض اینکه دوباره یادش میافتاد شروع میکرد به جیغ و داد زدن. تا جایی که مادرم گفت بهتره که یه مدتی عکس‌ها و صداها و هر چیزی که متعلق به شوهرشه ازش دور کنیم. پدرم بنده خدا رفت یه گوشی و سیم کارت جدید براش گرفت. و اون گوشی قبلی که پر از فیلم و عکس شوهرش بود رو کلاً ازش گرفت. خلاصه از هر روشی استفاده کردن که بتونن خواهرم رو آروم کنن. تا بالاخره خواهرم یه ذره آروم شد. اما افسردگی شدید گرفته بود. بیشتر موقع‌ها تو خونه می نشست و به در و دیوار نگاه می کرد. تا اینکه پدر و مادرم یه پیشنهاد عجیب دادن. پیشنهادی که باعث می شد زندگی من برای همیشه تغییر کنه. اونم وقتی بود که مادرم توی چشمای من نگاه کرد و گفت امین به خواهرت خیلی نزدیک شده. خیلی هواش رو داره. به شوهرشم خیلی نزدیک بود و عین 2 برادر بودن. من میدونم که امینو دوست داری. اما به نفع خواهرت بکش کنار. بذار امین با خواهرت ازدواج کنه و اون بچه صاحب یه پدر بشه. من اوایل فکر میکردم مادرم داره سر به سرم میذاره. فکر میکردم این حرفا رو برای مسخره و شوخی میزنه. اما وقتی دیدم کاملا توی این قضیه جدیان و دارن برنامه ریزی میکنن که به امین بگن و راضیش کنن که با خواهرم به جای من ازدواج کنه، اون موقع بود که دیگه نتونستم دندون سر جگر بذارم. تو چشمای مادر و پدرم نگاه کردم و گفتم شما شرافتتون رو کلاً از دست دادین؟ این چه حرفیه که دارین میزنید؟ من و امین عاشقانه همدیگر رو دوست داریم. برای به دست آوردن همدیگه کلی تلاش کردیم، زحمت کشیدیم. پس شما به همین راحتی دارید میگید که من کنار بکشم تا اون با خواهرم ازدواج کنه؟
گیریم که من پا روی دلم گذاشتم و از امین گذشتم. خود امین چی؟ اصلا رضایت داره که بخواد با خواهرم، اونم یه زن بیوه که حاملم هست، ازدواج کنه؟ امین رو هم بذارم کنار. بگم شما امین رو هم راضی کردین. اصلا نظر خود خواهرم رو پرسیدین؟ این دختر هنوز هم عاشقانه شوهر سابقش رو دوست داره. هنوز داره برای شوهر مرحومش گریه میکنه. افسردگی گرفته. فکر میکنین به این زودی میاد یه نفر دیگر رو توی زندگیش قبول میکنه؟ مادرم با وقاحت تمام توی صورت من نگاه کرد و گفت مهم نیست. مهم اینه که امین راضی بشه باش ازدواج کنه. بالاخره اگه یه شوهر دیگه بیاد بالا سرش همه چیز حل میشه. من واقعا دلم برای خواهرم میسوخت که زمانه اینجوری باش کرده بود و خدا سرنوشتش رو اینجوری نوشته بود. اما عشق و علاقه‌ای که پدر و مادرم به خواهرم داشتن رو نمیتونستم درک کنم. به همین راحتی داشتن منو فدا میکردن که فقط خواهرم خوشحال باشه. چون به جای تمام این کارها میتونستن خواهرم رو ببرن چند جلسه پیش روانشناس. شاید اینجوری مشکلش حل میشد. به جای اینکه بخوان شوهر منو ازم بگیرن که بدن به خواهرم. با ناراحتی و تهدید به پدر و مادرم گفتم شما حق ندارین حتی یک کلمه به امین بگید. به خدا قسم اگه بفهمم به امین چیزی گفتین یا ازش درخواستی کردین، اون موقع خودتون میدونید که چه علم شنگه‌ای به پا میکنم. بابام بلافاصله اومد سمت من و گفت خفه شو. این چه حرفیه که داری میزنی؟ نمیخوای حال خواهرت خوب بشه و یه ذره رنگ و رو بگیره؟ میخوای تا ابد همینجور افسرده گوشه خونه بیفته؟ توی صورت پدرم نگاه کردم و گفتم به درک همینجوری تو خونه بیفته. اصلا برام اهمیتی نداره. من میخوام زندگی خودم رو داشته باشم. اینقدری که شما به خواهرم اهمیت میدین، به من اهمیت ندادین. انگار من اصلا براتون مهم نیستم. در ضمن خانواده امین موافقت کردن که من عروسشون بشم. نه یه زن بیوه‌ای که اتفاقا حامله‌ام هست. نمیخواستم حرفام نسبت به خواهرم بدجنسانه باشه. یا حتی توهینی به خواهرم کرده باشم. اما به حدی از برنامه ریزی های پدر و مادرم خشمگین شده بودم که دلم میخواست با همچین حرفایی آزارشون بدم. پدرم چون فکر میکرد خودش حقه و هر چیزی که میگه درسته، همون موقع دستش رو من بلند کرد. و بعد گفت این همه بی‌وجدانی ازت بعید دختر. بزرگت کردم که حواست به خواهرت باشه. اما فکر نمی کردم این همه بی‌وجدان باشی. تو هنوز دختر جوونی هستی. به قول خودت نه بیوه‌ای نه حامله. غیر از امین 1000 نفر دیگه هستن که بیان خواستگاری تو و یه ازدواج درست و حسابی داشته باشی. عشق هم واسه 1-2 روزه. اما خواهرت الان احتیاج به سرپرست داره. کسی که هواشو داشته باشه و حواسش بهش باشه. که یه وقت به خودش و بچه آسیبی نزنه. امین پسر خوبیه. از اونجایی که تمام این مدت با خواهرت درست و حسابی برخورد کرده، میدونم که میتونه بیشتر از اینا مراقب خواهرت باشه و شوهر خوبی براش باشه. ما فقط میخواییم ازش خواهش کنیم که این قضیه رو بپذیره. به قول تو شاید هم راضی نشد. اما وظیفه تو اینه که بتونی راضیش کنی تا به این وصلت رضایت بده. با حیرت به پدرم نگاه کردم و گفتم یعنی واقعا شما از من میخواهید که برم با امین صحبت کنم بیاد با خواهرم ازدواج کنه؟ مامانم با بلبل زبونی به هم گفت آره، ما دقیقا همینو ازت میخوایم. اگه یه ذره دلت به حال خواهر تو اون بچه توی شکمش میسوزه باید این کار کنی. در غیر این صورت واقعا ازت ناامید میشم. احساس میکردم هم پدرم و هم مادرم
بالا خونه‌شون رو اجاره دادن. اونقدر که نگران حال و احوال خواهرم بودن، واقعا نمیتونستن درست و حسابی فکر کنن که چی خوب بود و چی بد. برادرم هم اینجا نبود که کمک و احوالم باشه. آخه از اون ور دنیا چه کمکی میتونست بهم کنه؟ داداشم چند سالی میشد که مهاجرت کرده بود. بلافاصله بعد این جر و بحث از توی خونه اومدم بیرون. تو حیاط ایستادم و شماره امین رو گرفتم. به محض اینکه جواب تماسمو داد، بهش گفتم امین همین الان بیا دنبال من. من میدونستم که امین به تنهایی تو آپارتمان خودش زندگی میکنه و کلاً ربطی به پدر و مادرش نداره و به گفته خودش فقط پنجشنبه و جمعه ها میرفت و یه سر به پدر و مادرش میزد. تماسم با امین که تموم شد، برگشتم خونه و مقابل چشمای پدر و مادرم رفتم از تو اتاقم و ساکم و برداشتم و لباسامو جمع کردم. با چمدون اومدم بیرون که پدرم اخماشو تو هم کشید و گفت ساعت 10 شب داری کجا میری؟ با تنفر به پدر و مادرم نگاه کردم و گفتم دارم جایی میرم که دیگه ریخت و قیافه شما رو نبینم. میخوام ازتون جدا بشم. من الان هم سواد دارم، هم کار دارم، هم درآمد دارم. میتونم به تنهایی زندگی کنم. و البته خدا رو شکر امین رو هم کنارم دارم. و اصلا اجازه نمیدم دیگه پاشو بذاره اینجا. و جواب تماسهای شما رو بده. بابام اومد سمت من. اما من بلافاصله دویدم سمت در ورودی. کفشامو توی دستم گرفتم. چون میدونستم که ممکنه بهم برسه. در حالی که ساک سنگینم روی دوشم بود، به سمت حیاط رفتم و خودمو پرت کردم توی کوچه. میدونم حرکت عجیبی بود، اما بهتر از این بود که به دست پدرم بیفتم یا منو تو خونه زندانی کنه و اجازه نده امین منو ببینه. بابام حریف من نشد. نتونست پشت سرم بدوه و خودشو به من برسونه. رفتم و سر خیابون منتظر امین موندم. بالاخره بعد 10 دقیقه انتظار سر و کله امین پیدا شد. وقتی وضعیت من اونجوری دید بنده خدا شوکه شده بود. بلافاصله از ماشین اومد پایین. دوید سمت من و گفت چه بلایی سرت اومده؟ نمیدونم چرا به محض اینکه امین رو دیدم زدم زیر گریه. ساکم و گذاشتم توی ماشین و گفتم خواهش میکنم منو ببر خونه خودت. من تا الان خونه امین نرفته بودم. فقط یه بار همراه پدر و مادرم خونش رو بازدید کرده بودیم. چون موقعی که برای خواستگاری اومدن گفتن امین خونه داره و ما هم رفتیم که خونه رو ببینیم. من توی ماشین فقط گریه میکردم. موقعی که رسیدیم خونه امین رفتیم داخل. همین که رفتیم داخل امین از من پرسید چی شده؟ این چه سر و وضعیه؟ جرأت اینو نداشتم که قضیه رو برای امین توضیح بدم. چون واقعا خجالت میکشیدم. نشستم جلوش رو گفتم دیگه نمیخوام برگردم و تو خونه پیش پدر و مادرم زندگی کنم. میخوام اینجا پیش تو زندگی کنم. هر زمانم که خواستی میتونیم با همدیگه عروسی کنیم. امین خیلی تعجب کرده بود. چون زمانی که برای خواستگاری من اومد، پدرم خیلی شرط و شروط براش گذاشته بود. اما من به همین راحتی داشتم بهش میگفتم که میتونیم با همدیگه ازدواج کنیم. شبیه دختر فراریه شده بودم. امین اومد کنار من و به هم گفت توضیح بده. ببینم چه اتفاق بین تو و پدر و مادرت افتاده که شبونه از من خواستی که بیام دنبالت. من با اینکه واقعا خجالت میکشیدم اما تمام جریان رو برای امین توضیح دادم و بهش گفتم که پدر و مادرم دقیقاً میخوان چی کار کنن و چه خواسته ای از امین دارن. امین لبخندی زد و گفت به نظر تو من بچه‌ام؟ رو چه حسابی باید با خواهر تو ازدواج کنم؟ من کاری به بیوه بودن یا حامله بودنش ندارم.
من اصلا علاقه‌ای به خواهرت ندارم. من اونو به چشم یه خواهر میبینم، نه کسی که باش ازدواج کنم. بعدشم من تو رو دوست دارم. خواستگاری تو اومدم. اگه رابطه من با تو به هم بخوره دیگه اصلاً و ابدا سراغ خانواده تو نمیام. بعد اینا چه فکری کردن که میخوان منو مجبور کنن با خواهرت ازدواج کنم؟ بعدم اصلا کی تو این دور زمونه دیگران رو برای ازدواج مجبور میکنه؟ اصلا کار خانوادت درست نیست. حق با امین بود. بهش گفتم خودمم میدونم که کارشون اشتباهه. اما تنها چیزی که از تو میخوام اینه که جلوشون بیسی و هر کاری که گفتن تو برعکسش رو انجام بدی. امین دست منو گرفت و گفت فعلا همینجا خونه خودم بمون. بذار یه فکر درست و حسابی در مورد این قضیه بکنم. فردای اون روز پدرم هر چقدر به گوشی من زنگ زد من اصلا جوابش رو ندادم. بعد شماره رو توی بلاک گذاشتم. به ناچار به امین زنگ زده بودن. امین هم بهشون گفته بود که فعلا آیدا پیش من میمونه تا تکلیف مشخص بشه. چون شما خواسته ای دارید که به حدی توهین‌آمیزه که حتی به منم برخورده. پدرم به امین گفته بود که بیا خونمون تا در مورد این قضیه صحبت کنیم. اما امین بهش گفته بود که اصلاً و ابدا. پدرم هم کلی اصرار کرده بود. امین به من گفت من تنهایی خونتو نمیرم. اگه تو هم با من میای بیا با هم دیگه بریم. در غیر این صورت من هیچ تمایلی ندارم که برم خونتون. راستش منم هیچ تمایلی نداشتم که امین رو بفرستم اونجا. اما پدرم رو میشناختم. اینقدر زنگ میزد به امین تا بالاخره مجبورش کنه. برای همین دلم نمیخواست که امین تنهایی باشون رو برو بشه. به امین گفتم امشب بیا بریم باهاشون صحبت کنیم. شاید از خر شیطون اومده باشم پایین. من و امین رفتیم دیدن پدر و مادرم. اما در کمال تعجب حرف پدر و مادرم همون بود. حتی این بار رک تو صورت امین گفتن که ما دلمون میخواد با دختر بزرگمون ازدواج کنیم. دختر کوچیک ما هنوز مجرده و شانس ازدواج بیشتری داره. اما دختر بزرگمون حامل است و الان بچهش هیچ پدری نداره. امین از این همه وقاحت تعجب کرده بود. از جاش بلند شد و دست منو گرفت و گفت من و آیدا با هم محرم هستیم. اما همین فردا میرم و این محرمیت کوتاه رو تبدیل میکنم به محرمیت بلند مدت و عقد رسمی میکنیم. دیگه هم نمیخوام نه خودم و نه آیدا با شما که اصلا آدمهای منطقی نیستید رابطه ای داشته باشیم. امیدوارم بتونید دختر بزرگتون رو سر و سامان بدید. پدرم عصبانی شد و گفت بدون اجازه من حق نداری آیدا رو عقد کنی. درسته که محرمیت بینتونه، اما تا وقتی که من امضا نکنم تو نمیتونی آیدا رو عقد کنی. امین به پدرم نگاه کرد و گفت خیلی خوب باشه. اگه قرار شما کار رو برای ما سخت بکنید مهم نیست. من از دادگاه نامه میگیرم و زنم رو میبرم تو خونم. البته از همین امشب زنم توی خونه خودم هست و در کنار همدیگه هستیم. میخواستیم از در بریم بیرون که پدرم دست منو گرفت و کشید و گفت تو حق نداری با این پسره بری بیرون. اصلا حالا که رضایتی نداره تو هم حق نداری باش ازدواج کنی. این همه بی منطقی از پدرم، اونم آدمی که تحصیل کرده بود، کارمند دولت بود، برای من جای تعجب داشت. حتی فکرشم نمی کردم علاقهشون به خواهرم باعث بشه اینقدر غیر منطقی فکر کنه. دستمو کشیدم و همراه امین از خونه زدیم بیرون. به امین گفتم میخوای چی کار کنی؟ گفت نمیخواد نگران باشی. فردا با همدیگه میریم دادگاه و نامه میگیریم. چند روزی طول میکشه، دوندگی داره، اما کار رو درست میکنیم. امین واقعا این کارو کرد و ما رفتیم دادگاه. دیگه میگفت اصلاً اگه پدر و مادرت رضایت هم بدن دیگه نمیخوام تو مراسمم باشم.
چون این آدما قابل احترام نیستن. دوندگی‌های امین زیاد بود. اما بالاخره تونست اون نامه رو بگیره. و ما تو محضر به عقد رسمی همدیگه در اومدیم. منتها چون پدر و مادرم همه چیز رو خراب کرده بودن، دیگه رغبتی برای گرفتن عروسی نداشتم. به همین خاطر گفتم که من عروسی نمیخوام. بیا همین جوری بریم سر خون زندگیمون. آخه جالب اینجا بود که پدرم هیچ جهازی هم برای من تهیه نکرده بود. برای خواهرم سنگ تموم گذاشته بود. اما برای من هیچ چی تهیه نکرده بود. و به این امید داشت که ما توی عقد میمونیم. و خودم کم کم جهازم رو تهیه میکنم. 2-3 روزی از زندگی مشترکم با امین میگذشت که امین اومد خونه و 2 تا بلیت کیش گرفته بود. به هم گفت درسته که عروسی نداشتیم. اما برای ماه عسلمون میریم کیش. بعد اونجا دلم میخواد که تو لباس عروس سفید بپوشی. اونجا میریم عکاسی و هر کاری که دلمون بخواد انجام میدیم. منم قبول کردم. وسایلمون و ساکمون رو بستیم و با هم دیگه رفتیم کیش. روزای خیلی خوبی رو توی کیش داشتم. مخصوصا این که من واقعا لباس عروس پوشیدم و عکاسی کردیم و یه شب خیلی قشنگ رو کنار دریا گذروندیم. وقتی برگشتیم متوجه شدم که پدر و مادرم دارن سعی میکنن پسرمون رو راضی کنن که با خواهرم ازدواج کنه. نمیدونم این وسواس از کجا به وجود اومده بود. اما من میدونستم که حال و روز خواهرم خوب نیست. و تنها چیزی که توی ذهنش نیست همون ازدواج کردنه. خدا رو شکر حتی پسرمون هم زیر بارش نرفته بود. پدرم فکر اینو نمی کرد که با این کارشون دارن خواهرم رو اذیت میکنن. چون خبردار شدم که خواهرم با همون حاملگیش از خونه فرار کرده بود. یک شب تمام هممون داشتیم توی شهر دنبالش میگشتیم. تا بالاخره خواهرم رو کنار سطل آشغال پیدا کردیم. وقتی برش گردوندیم فقط گریه میکرد. تا جایی که پدر شوهر و مادر شوهرش اومدن سراغش و با خودش بردنش. و گفتن تا زمانی که میخواد زایمان کنه کنار ما بمونه. راستش به نظر منم موندنش کنار پدر شوهر و مادر شوهرش امن‌تر بود تا کنار مادر و پدر خودم. من و امین همچنان نگران خواهرم بودیم. میرفتیم و بهش سر میزدیم. همچنان رابطه‌ای با پدر و مادرم نداشتیم و خود امین هم دلش نمیخواست که هیچ رابطه‌ای برقرار کنه. چون احساس میکرد که پدر و مادرم بهش توهین کردن. البته من بهش حق میدادم. الان 2 سالی از اون ماجرا میگذره. من بچه اولم و دنیا آوردم. اما امین اجازه نمیده که پدر و مادرم به بچه سر بزنن. گاهی وقتا مادرم زنگ میزنه و گریه میکنه. ازم عذرخواهی میکنه و میگه ما رو ببخشید. اما نمیدونم امین چه شده. قبول نمیکنه و میگه که من دیگه نمیخوام رابطه‌ای با پدر و مادرت داشته باشم. منم راستش به خاطر به هم نخوردن زندگیم نمیخوام مجبورش کنم. خواهرم هم خدا رو شکر صحیح و سالم بچهش رو به دنیا آورد. یه دختر خیلی زیبا که دقیقاً شبیه پدرش بود. همچنان هم داره کنار مادر شوهر و پدر شوهرش زندگی میکنه و هیچ قصدی برای ازدواج مجدد نداره و علاقه‌ای هم نداره که بخواد بیاد پیش پدر و مادر خودمون. یعنی پدر و مادرم با این کار غیر منطقیشون هم منو از دست دادن هم خواهرمو. اما باز هم الهی شکر که هنوز زندگیم داره میچرخه و امید دارم که یه روز امین بالاخره کوتاه بیاد و اجازه بده که منم رابطه‌ای با پدر و مادرم داشته باشم. چون میدونم که اونا از کردشون پشیمونه. ممنون از اینکه گوش به داستان سپردید. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.